در شرق کشورهای اسلامی در شهر بخارا امام بزرگ محمد ابن اسماعیل البخاری در سال 194 هجری به دنیا آمد. پدرش شخص دانشمند و دوستدار حدیث بود. مادرش باشد زن با تقوا و تربیتگری فرزانه بود. او در خودسالی از پدرش یتیم ماند و در کودکیش به بیماری سخت در چشمانش گرفتار شد. مادرش دعای زیاد میکرد و با پروردگار زار و خواهش و نیایش می نمود تا که پروردگار چشمان فرزندش را شفا بخشد و شب خواب دید که ابراهیم علیه السلام به او می گوید: ای زن صالحه، الله به خاطر دعا و گریه بسیارت چشمان فرزند را شفا بخشید. صبحگاهان چشمان محمد ابن اسماعیل شفا یافتند با برکت دعای مادرش. مادرش او را با محبت دین تربیت کرد و به حلقه های علمی روانه نمود، زیرا نشانه های نبوغ و استعداد فوق‌العاده در او پدیدار شده بود. الله به او خاطره خیلی قوی داده بود که از بسیار همسالانش فرق می‌کرد و این یکی از سیره‌های موفقیتش گردید. او تا سن 10 سالگی قرآن کریم را اذیاد کرد و پس از آن به آموزش علم حدیث از علماهای کشورش شروع نمود و کتاب‌های معروف حدیث از جمله کتاب‌های وکیع و ابن مبارک را تا سن 16 سالگی اذیاد کرده بود. روزی گفت: مادر، میخواهم اجازت تو را برای مسئله بگیرم. مادرش گفت: بگو ای محمد. من به علمای حدیث در مکه ملاقات کردم و علم زیاد یافتم. میخواهم با اجازه شما در مکه بمانم تا از آنها علم بیاموزم، علم روایت و درایت و شناخت روایت حدیث. بله. مادر گفت: دوری تو دشوار است، ولی آموختن دین اسلام و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم اهمیت بزرگ دارد. با برکت الله برو. فرزندم، جگربندم، با برکت الله برو. پدرت نیز دوستدار حدیث بود. در سن 16 سالگی با مادرش و برادرانش احمد به حج رفتند، ولی خودش در مکه ماند تا علم بیاموزد و دین الله را خدمت کند. از آنجا سفرهای زیاد به شهرها کرد، به مکه، مدینه، بغداد، بصره، مصر و دیگر جایها. با علمای بزرگ زمان خود از جمله یحیی ابن معین، احمد ابن حنبل و ابن مدنی ملاقات کرد و از آنها استفاده هم برد. اولین کتابش التاریخ الکبیر بود، یک تحقیق فراگیر آید به روایات حدیث که در آن شیوه های سنجش روایات را استفاده کرده بود. بعد از آن به جمع‌آوری صحیح خود، صحیح بخاری پرداخت. تنها حدیث های صحیح را انتخاب میکرد. پس از تفتیش سخت و سنجش صحیح بودن سند و روایات، پس از تفتیش هر حدیث طهارت میگرفت، دعا میکرد و بعد از آن را در کتاب خود نوشته مینمود. نام کتابش را چنین گذاشته است: الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول الله صلی الله علیه و سلم و آن را در مدت 16 سال به اتمام رسانید. گفت: از بخارا به بغداد، بصره، وسید، مدینه، مکه و دیگر شهرها سفر کردم. تشنگی من به حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. گرمی و سرما، گرسنگی و خستگی مرا از آن راه باز نداشت. هدفم جمع‌آوری حدیث های صحیح بود. در حدیث ها هر حدیث را پس از سنجش صحیح بودن سند، تحقیق روایت و ملاقات ایشان با یک دیگر می نوشتم، طهارت می کردم و دعا می کردم. 10,000 طالب علم نزد او می آمدند. مسجد جای نشست نمی یافت. نزدیکی 90,000 دانشجو صحیح را مستقیما از دهان او شنیدند. از شاگردان برجسته او می توان امام مسلم و امام ترمذی را هم نام برد. کتابش از طرف علمای هر دور و زمان پذیرفته شد. خطاهایی که بعض دانشمندان اشاره کردند برعکس با استواری کتاب هم ذم می‌کند و امام بخاری از هر جا نزد او می آمدند، ولی بعضی از علمای بخارا به او حسد بردند و در حق او تهمت‌ها قائل شدند. تهمت قائل بودن به مخلوقیت قرآن را پهن کردند. این تهمت و آزار بیماری او را شدت بخشید. وقتی که از بخارا رانده شد، به شهر خرتنگ نزدیکی سمرقند رفت و همانجا در سال 256 هجری وفات کرد. در زمان ما باشد هم حمله به بخاری از نو آغاز شده است.
آنهایی که گمان دارند که تنقید به یک کتاب میتواند سنت نبوی را فرو ریزد سخت اشتباه میکنند، زیرا اگر صحیح بخاری هم نمی بود سنت نبوی حفظ میشد.